دادگاه شهر خوجند ماه دکبر سال 2023 الهام جان یعقوبوف رهبر انجمن مهاجران آسیای مرکزی در اروپا و یکی از رهبران پیمان ملی ائتلاف 4 سازمان اپوزیسیون تاجیک را به مدت طولانی محکوم به زندان کرده است. برابر او پدر 80 سالش دادا جان یعقوبوف به 14 سال زندان، مادر 75 سالش آچه جان یعقوبوف به 7 سال و خواهر 52 سالش منیره یعقوبوف را به 5.5 سال زندان محکوم کردند. در این باره رادیوی آزادی روز 11 ژانویه سال 2024 با تکیه به یک منبع نزدیک به تفتیشات خبر داد. بررسی پرونده های 4 عضو خانواده های یعقوبوف در دادگاه خوجند و صدور حکم آنها به صورت غایبانه صورت گرفته است، چون که الهام جان یعقوبوف که قبلا رهبر سازمان فعالیت حزب فعلا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی در ولایت سوخت و نزدیکان محکوم شدهش هم در خارج از تاجیکستان به سر میبرند. در دادگاه شهر خوجند حکم یعقوبوف را شرح ندادند، ولی یک منبع نزدیک به تفتیشات به ذکر نامش روز 11 ژانویه گفته است دادا جان یعقوبوف به 14 سال، آچه جان یعقوبوف به 7 سال و منیره یعقوبوف به 5.5 سال زندان محکوم شدند. همه آنها را بر اساس بند تندگرایی محاکمه کرده گناهکار دانستند. این منبع در مورد الهام جان یعقوبوف بدون ذکر مهلت دقیق‌تر تنها گفته است که او به مدت طولانی به زندان محکوم شده است. الهام جان یعقوبوف این حکم را سنگین امیده گفته است پدر و مادر صلح خورده‌ام و خواهرم به فعالیت من هیچ ربطی ندارند، چرا باید به زندان محکوم شوند؟ الهام جان یعقوبوف استاد ورزش در نمود بوکس و رهبر سابق سازمان فعالیت حزب نهضت در ولایت سوخت سال 2015 در پی منع فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ترک تاجیکستان کرد و حالا در لیتوا یک کشور سابق شوروی عضو اتحاد اروپا به سر میبرد. پدر و مادر و خواهرش سال 2016 به اروپا آمدند. الهام جان یعقوبوف میگوید مقامات خوجند هنوز سال 2016 عکس او را در قطار شخصان تحت جستجو گذاشته بود. پدر او دادا جان یعقوبوف استاد سابق دانشگاه خوجند که 80 سال دارد در شبکه‌های اجتماعی پیرامون مسائل مختلف تاجیکستان از نگاه انتقادی اظهار نظر میکند، ولی مادر و خواهر الهام جان یعقوبوف فعالیت‌های سیاسی ندارند. دادگاه‌های تاجیکستان از سال 2017 به این طرف از تجربه محاکمه غایبانه افرادی که در خارج از کشور قرار دارند سر کردند. از حکم‌های پر سر و صدایی که دادگاه‌های تاجیکستان غایبانه صادر کردند، یکی از 15 سال حکم زندان یکی از سابقه‌داران حزب نهضت شمس‌الدین سعید است که هنوز سال 2018 صادر شده بود. سال 2019 دادگاه عالی تاجیکستان باز هم در غیبش محیدین کبیری رئیس حزب نهضت را به حبس عمرباد محکوم کرد، ولی تا کنون این حکم خود را رسما نشر نکرده است. دادگاه عالی فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تشکل اعظم عمده اپوزیسیونی تاجیک را سال 2015 منع کرد. این حزب اساساً در قلمرو اتحاد اروپا عمل می‌کند.